در شادمانی کسی ازدواج میکنه، کسی در خانه کسی فرزند میشه، در یک کار خود موفق میشه، در این خوشحالی هایشان مشارکت بکنیم، شرکت بکنیم. ما گاهی اوقات آنقدر زشت میشیم که ما یک کسی به موفقیت میرسه از این رنج میبریم که چرا به این موفقیت رسیده، خوشحال شویم. این بزرگی هست. از موفقیت شاگرد خود، از موفقیت دوست خود، از موفقیت خویشاوند خود باید خوشحال شویم که الله متعال تو را، الله متعال به نیکی هایت بیفزاید، به خوبی هایت بیفزاید، الله متعال دیگه موفقت بگردونه. یه از بزرگی تو میشه. این محبت است. در هنگامی که غم میباشه، یک غمگینی برش پیش میشه، باید دلجویی بکنه. بریم از اونها احوال بگیریم. جعفر رضی الله عنه در یک میدان در جنگ یرموک ان شاء الله به شهادت رسید. رسول الله صلی الله علیه و آله به خانمای خود امر میکنه که یک کم نان در خانه جعفر بده که اولادای یتیم شده. محبت کنید با آنها که امروز اونها از پدر محروم هستند. امروز خیلی گفتیم این کشور ما نیازمند به این محبت است که باید محبت کنیم. شما میبینید که هر روز کشتار، هر روز مشکلات، هر روز دربدری، هر روز فاصله ها بیشتر و بیشتر در بین ما ایجاد میشه، در بین مسلمان ها ایجاد میشه. ما بیشتر براتون این مسئله صلح که بود، مسئله صلح امروز گپی از صلح است یا نیست؟ هیچ گپی نیست. روز به روز از هم فاصله میگیریم. این کشورها خود جور نمیه، ولایات جور نمیه، در بین خانواده ها جور نمیه، خانواده دو خانواده با هم جور نمیه. باز ما میگیم کشور را جور بسازیم. یک استاد روانشناسی درس میخواندیم، استاد برای ما میگفت، گفت شاید صلح بیه، گفت صلح در بین خانواده ها چه قسم خواهد آمد. گپ خوبی است. شاید صلح بیه، شاید در طرفای درگیر یک صلح ایجاد شود. در بین خانواده چه قسم صلح ایجاد میشه. بین با خود یک دفعه صلح بکنیم، با پدر خود، با مادر خود، با رفیق خود، با خویشاوند خود صلح بکنیم، بگیم من دوستت دارم، محبت کنیم با اونها. حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میگه سه کس مزه ایمان را میچشه. ایمان مزه داره، اما یک انسان مزه زر میفهمه. بعضی کسا مثل شیرینی احساس میکنه این لذت ایمان را، که ایمان لذت داره. همین لحظه ای که شما از گپا لذت میبرید، نشانه ایمان شما هست. شما از شنیدن قرآن لذت میبرید، این ایمان هست. فکر کنید که یک جسم فیزیکی داره، شما از اون لذت میبرید. همین لحظه در این مجلس که نشستین احساس آرامش میکنید، ایمان هست. شما می لحظه لذت ایمان را میچشید. میگه سه کس لذت ایمان را میچشه. اول ای که او شخصی که الله و رسول الله در نزدش از همه کس محبوب تر باشه، ای از ایمان خود لذت میبره، که خدا را از همه چیزها بیشتر دوست داشته باشه، رسول الله را از همه چیزها بیشتر دوست داشته باشه، از مال، از جایداد، از فرزند، از پدر، از مادر، از همه چیزها خدا در نزدش ارزشمند باشه. ای از ایمان لذت میبره. ای از نماز خواندن خود لذت میبره. دوم چی کسی؟ دوم کسی که دیگران را به خاطر خدا دوست داشته باشه. ای از ایمان خود لذت میبره، که دیگر به خاطر خدا دوست داشته باشه. این محبت است. در پهلوی محبت با خدا، محبت با رسول الله، محبت با مردم ذکر میکنه. این کس از ایمان لذت میبره. از آغوش گرفتن با آغوش کشیدن یک دوست خود، از فشار دادن دست یک دوست خود، مصافحه کردن لذت میبره. از اینکه در خانهش یک مهمان به لذت میبره، خوشحال میشه. نشانه ایمان هست. و سوم نشانه چی هست؟ سوم کسی که از ایمان لذت میبره، او کسی هست که برگشتن به کفر آنقدر برش سخت باشه مثل که در آتش بیندازی. این انسان از ایمان لذت میبره. شخص نزد پیامبر صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله، گفت ما با دوستای خود، با خویشاوندای خود یک خویشاوند دارم، با او محبت میکنم، با من نمیکنم، با او سلام میدم، با او سلام نمیدم. این چیزا رو شما در زندگیتون دارین. این چیزها را ما با کسی سلام میدم و با من نمیده. این در بین دوستایی که خیلی تکرار میشه. گاهی اوقات در فیسبوک ها میبینیم دوست از دوست شکایت داره، تیر ما رمز فوتبال، تیر ما از دوستی دیگه خدا حافظ، فیسبوک بند، ممنوع، بس تمام. دوستا خیلی شکایت داره. دوستا در مورد هنر ارتباطات، در مورد دوستا باز گپ میزنیم. ان شاء الله این موضوع هنوز مونده، اگر مربوط ما شده در مورد قارص بیزام باز گپ میزنیم. در این موضوع من خیلی پافشاری دارم که دوستا از دیگه فاصله نگیرن. فیسبوک ها را باید عکس دوستای ما باشه، نه اینکه ما دوستا رو با قطع ارتباط دیگه با دوستا ممنوع، رفاقت ممنوع، نه رفاقت ممنوع، نه رفاقت آزاد. گفت ما با اون کی میکنم، با من کی نمیکنه. ما با اون پیام ارسال میکنم، با من پیام ارسال نمیکنه. به اصطلاح بگویم براتون، با اون مسنجر یک پیام میدم، برای من پیام نمیده. یک زنگ برش میزنم، برای من زنگ نمیزنه. او رو جای دعوت میکنه، مرا دعوت نمیکنه. گویا رسول الله اوی تو گپا را میزنه.
رسول الله برش میگه راست میگه؟ میگه ها راست میگم. میگه اگه می قسم باشه دیگه به راست بشه، گفت تو خاکستر داغ را به او میخورانی، خاکستر داغ را، و الله متعال پشتبان تو هست. تو خاکستر داغ را داری در می حالت بالای خورنده روان هستی و او الله متعال پشتبانی از اون نه بلکه پشتبان تو هست. تو در کارت ادامه بده. تو بزرگ هستی او کوچک است. تو بزرگی که یک روز پس میه در نزدت. میگه ارتباطات را قطع نکنید، پول دوستیتان را قطع نکنید. دوستی یک پول هست. این پول را قطع نکنید که روز وادار با بازگشت میشن باز خود پول نخواد بود. این پول را قطع نکنید که باز یک روز میین باز پول نخواد بود. یک از نشانه های محبتی است که ما مردم را به سوی نیکی ها دعوت بدیم. ما با شما محبت داریم دوستای عزیز. این رو واضح براتون میگم. همین لحظه این کسایی که در این جمع حضور دارن با یکی من در این مجلس کینه ندارم. اصلا نه. نمیشناسم کینه را. شما بنابر یک اعلان در اینجا آمدین، این محبت با شما هست. ما اظهار محبت کردیم که یک نوع از اظهار محبت همی است. ما دوستتان داریم. کدام ارتباط نسبی با هم نداریم، فقط ارتباط ایمانی با هم داریم. شاید به برکت بعض دوستا زنگم زده باشیم. یکی از نشانه های محبت است که ما دوستای خود به نیکی ها دعوت کنیم. روز پنجشنبه میامدی در پیش موتر داری در پیشوی خانه دوستان شو یک جای درس بریم. این نیکی هست، این محبت است. این محبتی واقعی است که باید مردم رو به سوی نیکی ها دعوت کنیم. چرا؟ کسی که به کمال ایمان رسیده باشه، به کمال محبت میخواد برسه، اون نمیخواد که تنها با بهشت بره. میگه پهلوی من دوست باید باشه. من تنها با بهشت نمیرم که دوست من در پهلوی من نباشه، رفیق من در پهلوی من نباشه. با اون رفیق که در دنیا در کدام جیمنازیوم فوتبال میکنه باید در بهشت با ما یک جای باشه. اونجا یک وقت رفاقت بکنه. رفاقت باید اونجا ادامه داشته باشه. این رفاقت خدایی هست. دعوت به سوی نیکی ها این از نشانه های محبت است. آیت قرآن کریم وقتی که نازل میشه برای پیامبر صلی الله علیه و سلم و انذر عشیرتک الاقربین، ای پیامبر خویشاوندای نزدیکت از خدا بترسان. این آیه نازل میشه، پیامبر از خانه خارج میشه. خویشاوند خود صدا میکنه ای عبد مناف، ای فلان ای فلان ای فلان، انقذوا انفسکم من النار. ای عبد مناف، ای فلان، یعنی هر خانواده را، هر خویشاوند خود را جدا جدا صدا میکنه. میگه خود را از آتش جهنم نجات بدین که در روز قیامت ای رسول الله از شما شفاعت کردن نمیتونه اگر شما مجرم باشید. درست از مجرمین شفاعت میکنه، اما در دنیا خود را نجات بدین. انقذوا انفسکم من النار، نفستان را از آتش جهنم نجات بدین. این به دوستایتان بگوین. یک زنگ برش بزن که من امروز در درس میرم، تو با من میری. قسمه که در یک تفریح یک دوست خود خبر میکنه، ببین دیگه خبر بکنه. این نشانه محبت است. این محبت گفته میشه. من گاهی اوقات برای دوستای خود میگم دوستی تنهایی نیست که با دوست خود بگیم که دوستت دارم، جانم هستی و بچم جگرم هستی و فلانم هستی. این تنها دوستی نیست. درست است، انواع محبت است، اما دوستی واقعی است که در این جای دعوتش کنه، در یک جای دیگه مجالس دینی باشه دعوتش کنه. این محبت گفته میشه. محبت واقعی این هست. پس دوستای خود را در این موارد تنها نگذاریم. اگر میخوایم زندگی بکنیم، اگر میخوایم چند برابر عمر خود زندگی کنیم، این کار را ادامه بدیم. ما خود در دنیای خود شاید 20 سال 30 سال 60 سال عمر داشته باشیم. اگر میخواید همیشه زندگی کنیم، با مردم محبت کنید، نامتان جاودان میباشه. ولی یک روز با من یکی کرده یک دعا برش بگیرید. چرا او انسان است اما امروز هم عمرش ادامه داره؟ چرا که در بین مردم زندگی کرده، برای مردم زندگی بخشیده. اگر میخواهیم زندگی کنیم برای مردم را زندگی ببخشیم، برای خود زندگی کنیم، برای دیگران زندگی باشه. این از انواع محبت است. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم یاد میکنه، میگه والذی نفس محمد بیده، میگه قسم به او ذاتی که نفس محمد در دست اوست. نفس محمد در دست اوست. میگه لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، میگه شما به بهشت داخل نمیشین تا ایمان نیاورین. رسول الله میگه ولا تؤمنوا حتى تحابوا، میگه شما ایمانتان قابل قبول نیست تا زمانی که با یکدیگه محبت نداشته باشین. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، آیا میگه شما را خبر نسازم وقتی که شما او کار را انجام بدین در بینتون محبت ایجاد میشه؟ صحابه گفت یا رسول الله چی است؟ گفت افشوا السلام بینکم، در بینتون سلام را افشا بسازید. در بینتون سلام افشا بسازید. پس این یکی از آغاز محبت است. یعنی یکی از چیزی که قدمی که ما محبت را آغاز بکنیم سلام پرتیم به دوست.